افتاد. کوشین طبیب. ای بابا، آی دلم، ببین دیدی نیومد. این عجبه مگه دستم به اون طبیب نرسه؟ بالاخره از خانه بیرون زدم و با عجله به سمت عمارت شتافتم. اما کار از کار گذشته بود. بزرگزاده دیگر مرا نپذیرفت و حتی جواز طبابتم را باطل کرد. لابد جای تو رو تو امارت اون دو تا حسود بیلیاقت گرفتن. آنها مقام و حقوق بالایی گرفتند و به نان و نوایی رسیدند. عجب، اون بزرگزاده باید خیلی آدم سطحی، خیلی بیفکر، خیلی کم عقل، خیلی دهن بین، خیلی ایوا خاک به سرم. اون بزرگزاده که من بودم. بله، که به خاطر یک شب دیر رسیدن جواز طبابت مرا باطل کردید. هی برو حیوان. آخه چطور ممکنه؟ یعنی من مجوز طبابت تو به این خوبی رو باطل کردم، اون وقت یه مش بیلیاقت مفخور دور خودم جمع کردم. تاغار شکست. تاغاری بشکند، ماستی بریزد، جهان گردد